آیا شما بلده یک کسی که میشناسین نگران هستین که شاید اونا خشونت خانوادگی و خانگی را تجربه کنن؟ لازم نیست که فیزیکی باشه و میتونه خیلی ظریف باشه. شاید شما متوجه نشنین که اتفاق مفته در کسی که شما خیلی دوست دارین یا حتی کدام کسی در خانه خودون شیم. خلافکاران خیلی در این کار خوب هستند در پنهان کردن رفتار خشونت آمیز خود. بنابراین در آسانی میتونی متوجه تغییرات شد در جای یک قربانی بازمانده. تجربه دو نفر نمیتونه یکسان باشه. علائم اگر وجود داشته باشه میتونه خیلی ظریف باشه، اما بعضی چیزها میتونه وجود داشته باشه که شما شاید متوجه شونین در رفتار یک قربانی خشونت. اونا همیشه کوشش دارن که همسران خود را راضی و آرام نگاه کنن. اونا فامیل و دوستای خود را نمیگنن. همسرانی از اونا همیشه زنگ میزنن و پیام میدن زمانی که اونا بیرونن. اونا میگن که همسر از اونا اصرار مونن که هر جای همراه اونا برن، مثل رفتن در هر ملاقات دکتر. اگر شما فکر مونین که یک نفر در زندگیشیم خشونت فامیلی یا خانگی را تجربه مونن، یادشون باشه که نگرانی خود را در یک جای امن ابراز کرد و از اونا پرسان کرد اگر اونا خوب باشن. در اونا باور داشته شین و با گوش باز گوش بدین. همراه از اونا کمک که تا اونا آماده شونن تا همراه کمک‌های رسمی وصل شونن. خشونت خانوادگی و خانگی میتونه یک قربانی خشونت خانوادگی را تنها کنه. اما کمک از دوستا در فامیل میتونه تغییرات خیلی زیاد ایجاد کنه. شما میتونین همراه یک نفر بدون قضاوت و انتقاد از اونا حمایت کنید. بلده همسرای خود دلیل نیاوردن، حرف منفی نزدو درباره همسر خود. قربانی های خشونت معمولاً متخصص امنیت خود هستند و وضعیت خود. ارائه کمک و تشویق شیم که بتونه اونا را همراه کارمندای رسمی وصل کنه میتونه مفید باشه. اما مردم باید تصمیم بگیرن که اگر و چه زمان اونا آماده هستند. بلده معلومات زیادتر از این وبسایت سر بزنید: wa.gov.au/family domestic violence